شنونده عزیز، حالا گفتاری 24 رو از سلسله خوانش بدیعی از روی رمان ساتیم اولوغزاده بوسه در قرائت محمد جان شودیف شنوید. در دشت هزارمنه درو در اوج یک تانیم تا دیقانانی دره مختار با گلگاو و چپرها خرمن میکوبند یا خرمنی کوفته را باد میدهند. در یک جا بروی خرمنی تیار پاره پاره گیل پخش کرده شده. در قریبی خرمن به سایه غرمی درزه مردی قاقینه پابرهنه زانوانش را بغل کرده می نشیند. این مرد ناظم است. او غله خود را از همه پیش کوفته تمام کرده است. بنابراین می بایست خوشنود می بود، اما غمگین و پریشان حال می نمود. در کنارتری خرمن به سایه دولانه کلان یک مردی غولی گوسفندروی در پایش موزه چرمی خامی پاشنه بلند و در میانش قمچین همراه دو دیهاتی جوان نشسته چپاتی می خورد. این مرد جابری داروغه است. خرمنی غله ناظم را او با گیل مهر زده است. خرمنی مهر زده 2 روز باز منتظر املاکدار می باشد، اما از املاکدار درک نیست. از افتکار وی در قشلاق‌های دیگر خراج اوش غنداشته گشته است. شریکان جابر هر دو خویشان خودش دستیارهای او می باشند. 5-6 نفر پسر بچه و دختر بچگان در جای از نظر داروغه پنهانی خوشه چیده اکنون بندهای خوشه اشان را پشتاره کرده با پیرهی پسخمی رو به دیه می رفتند که جابر از بلندی چشمش به آنها غلطیده دستیارهایش را فرمود: بدوید. جوانان فوراً برخاسته به پسخمی سرازیر شدند. بچگان رو به گریز آوردند، اما دستیارها از دنبالشان رسیده بندهای خوشه آنها را یک یک ربوده به نزد داروغه آوردند. بچه ها گریان و نالان از پس آنها آمدند. پدر لعنت ها، من به شما نگفته بودم که تا آتا و اکهاتان خراج این غله را داده صاف نکنند به خوشه چیدن رخصت نیست. جابر قمچین را از میانش کشیده به بچگان هیبت کرد. آنها گریخته پراکنده شدند. بعد یک نفس زنی در خرمن پیدا شد. در دستش کودکی گریان و از پسش باز 2 طفل پسر بچه و دختر بچه خردسال، خودش بسیار لاغر، پابرهنه، رویش زرد و پراجینگ. وی زنی ناظم بود. در یک حالت شوریدگی به شوهرش فریاد زد که های مردک، من این صغیره های گشنم را با چی سیر کنم؟ در خانه یک کف آرد نیست. پگاهی منتگی سفره را افشانده از آرد چوکری 1 تا چپاتی پخته اینها را خوراندم. دیگر اینها پگاه باز هیچ چیز نخوردند. آچه نان بیده گفته فریاد دارند. نخواد که تو از خرمن حلال خودت 1 تاق گندم گرفته نتوانی. گرفته دی من لااقل به صغیره هایت گندم جوشک پخته دیم آخر. ناظم برخاسته به طرف داروغه: آی بی انصاف، گفت، مهرت را از خرمنم بردار. من 1-2 تاقی غله گرفته بزنم دیم. آخر تا کی من به املاکدار تو نگاه کرده میشینم؟ مهر پادشاهی است. تا املاکدار رخصت ندید کندن ممکن نیست، گفت داروغه. رود سیاه. ناظم با قهر و ستیزه 1-2 مهر را از بالای خرمنش کنده هوا داده گندم را بلینگه انداختن گرفت. آدمان داروغه دوان آمده به او درفتیدند. دست به گریبانی زنازنی به عمل آمد. ناظم مشت می گفت و کله می زد. هیچ تسلیم نمی شد. داروغه خسته به مدد خدمتگارانش آمد. 3 کس ناظم را کشان کشان برده به ستونی گلگاوبندی خرمنجای بسته ماندند. کمتر آفتاب خورد عقلش می درآید، او را مسخره کرده گفت جابر. زنی ناظم داد و فریاد برداشت داروغه را دعای بد نموده از درفگران دور و نزدیک مدد خواست. 1 نفر درفگران حاضر گردیدند. ما گناهی او را از تو میپرسیم اکای جابر، التماس کرد یکی. این دفعه از گناهش گذر دیگر نمی کند. دیقانان دیگر این التماس را قوت دادند. در همین وقت به نزد آنها واسه آمد. وی از اینجا دورتر در قطعه زمین خود همراه دادرش قاسم گندم می درآورد. واسه از نالش های پرسوز و گداز زنک واقعه را فهمیده
چهره عرقین آفتاب خورده‌اش خیره گشت. گشاد دستی او را. ناظمی در آفتاب سوزنده را نشان داده آرامانه گفت او به داروغه: نمی کشایم. دغدغه‌آمیز گفت جابر: او مهر خرمن را کند. کشا میگویم: تو قطعی نشو. جریمه را فراموش کردی مگر؟ جزای نقدی پارساله را خاطر رسان کرد جابر. واسی با قطعیت به نزد ناظم رفته چیلبور را که وی با آن چیلبور به ستون بسته شده بود کشادن گرفت. جابر از پسش رفته بندی دستی او را قپید. واسی قهرم را نبیار. دفشو تهدید کرد واسی. قهرم را نیار میگویم. واسی استغفرالله گفته جوشی غضبش را فرو نشاندنی میشد. اما جابر با یک طرزی جنگ طلبانه بندی دستی او را محکم گرفته بود و سر نمیداد. در همین وقت ناظم ناخواست به پای جابر یک لگتی سخت زد. جابر آرنج واسی را رها کرده به سر ناظم قمچین کشیده بود که این دفعه واسی از دستی او داشت. اگر نمی داشت یقینا کاسه سر ناظم می کفید. داروغه ناظم را گذاشته با واسی دست به گریبان شد. زنازنمی شدیدی به وقوع پیوست. دویشان به بالای کاخ غیلیدند. گاه جابر حریف را به تگس زیر می کرد و گاه واسی او را. در یک دم جامه های دویشان هم پاره پاره شد. دندان های جابر شکسته از دهانش خون برآمد. بینی واسی هم خونشار گشت. درافگران آنها را از هم جدا کردنی می شدند، اما حریفانی غضب جوش گشته و جنون غلبه کرده را از یکدیگر جدا نمودن آسان نبود. یک درافگری جوان دستی ناظم را کشاده پرتافت. آنگاه ناظم هم به سر داروغه مشت کشید. همان دم دستیارهای داروغه به واسی و ناظم درفتیدند. آنگاه درافگری جوان و دو شریک وی هم طاقت کردن نتوانسته به مددگاران داروغه حمله آور شدند. زنازنی طرف مطرف اوج گرفته رفت. اگر در این وقت از جانب دیه یک گروه سواران حاضر نمی شدند و حاضران سری خرمن در بین آن سواران املاکدار را شناخته از زنازنی باز نمی ایستادند، معلوم نبود این زنازنی به چی می انجامید. املاکدار با 6 نفری تفنگدار و باز یک چند همراهانی دیگرش آمده بود. همراهانش علیک بخشبای بلجوانی، امین و ارباب دیه بودند. از پس آنها امام و صوفی مسجد دره مختار، استا مرادعلی، هم آهنگر هم میسگر هم دوریدگر و قداقچی دیه برای کفسنگیری خرکی آمده حاضر گردیدند. داروغه نزد املاکدار سبب جنجال را بیان و ناظم واسی را عیبدار کرد. تو باز نافرمانی کردی؟ به واسی گفت املاکدار: پیرار سال هم داروغه مرا زده بودی، اما من رحم کرده جزا نداده بودمت. ها رحم کردم، پدرت را روی خاطر کردم که آدمی با ابرو بود. اکنون این دفعه هم اگر تو را جزای بسزا ندهم بی انصافی می شود. او فرمود نوکرانش واسی را گرفته به همان ستونی گلگاو بندی بستند. گفت که او را بعد از سرانجام خرمنی ناظم به خاولینگ برده از آنجا به بلجوان به اختیار حاکم میفرستد. دلالت پرغوغای دیقانان به بیگناهی واسی سود نبخشید. در حق ناظم باشد حکم صادر نشد، چون که حالا از وی خراج سلطانی را رویاندن لازم بود. دیقانان میخواستند زودتر در مثال ناظم بینند و دانند که خراج دولتی امسال چگونه و چقدر گرفته می شده باشد. درباره خراج امساله هر خیل آوازه ها بود. بعضی ها می گفتند که امیر نو و حاکمی نو خراج 3 سال قحطی را هم به امسال ضم کرده می گرفتند. بعضی ها می گفتند که نه، خراج سالهای پیش گرفته نمی شود. حتی امیر یک قسم اندازها مثلا ناحقانه را نیست کرده است. اهالی اگرچه از تجربه خود می دانستند که با نو شدن حاکم خراج و زکات هم زیاد می شود
و حتی این معنی را حاکمی نو، بلای نو، بر فقرا جفای نو گفته به ضرب المثل هم در آورده بودند. اما باز امیدی داشتند که زارا امیر و حاکم باری به توفیق آیند و قدمی در راه انصاف گذارند. با این امید بسیاری دیقانان تا معلوم شدن قرارداد امیر نو و حاکم نو به گفتن غله هاشان شتاب نمی کردند. فقط مانند ناظم یکتانیم تا دیقانان بی صبر غله شان را کوفته خیرمن کرده بودند. آمدن املاکدار با نوکران یراقدار دیقانان را سخت به خواطر انداخت و به زودی بدترین گمان آنها راست برآمد. املاکدار به فرمان نوی امیر و حاکم تکیه نموده از ناظم به بالای خراج امساله قرضی 3 سال گذشته را هم طلب کرد. این هم کم بود که نظر به گفت املاکدار دولتخانه عالی اندازی عشر را با پول که می گرفت در ولایت های حصار، کولاب، بلجوان و غیره نرخ دولتی غله را 1,014 تنگه مقرر نموده است و حالان که در بازار نرخ غله 1,018-20 تنگه بود. هوش از سر دیخانان پرید و غریبی هم از جگرشان برخاست. ناظمی فلک زده باشد یک باره پاهایش سوس شده به زمین نشسته ماند. واسی در حالتی که به ستون بسته شده بود به دیخانان فریاد زد: آی خلق، تن نده، چشمت را کشا، اینها همه ما را از گشنگی میکشند. در جواب این فریاد وی از نوکران یک چند قمچین به پشتش خورد. آنها به دیگر دیقانان آشوبگر هم درفتیده قسمی را پراکنده و گروهی را با ضرب قمچین و قنداق تفنگ‌ها آرام کردند. املاکدار بعد از آن که کفسن داروغ امام صوفی و آهنگر و دوریدگر داده شد، بقیه غله ناظم را با ترازوی چشم از بودش کمتر معین کرده در خود همانجا با علیک بخشبایی غله جلاب و سودخور هر من 14 تنگگی فروشانده پولش را از بای نقد گرفته به قرض صاحب خیرمن شکست. پول البته به قرض او نرسید. ناظم با 170 و چند تنگه قرضدار شده ماند. در خاولینگ واسی را در بندیخانه حبس کرده به پایش کنده انداختند. بندیخانه در درون قلعه املاکدار نشین به تگ انبار غله واقع و از تخانه زه و تاریک عبارت بود. عادتاً بندی ها در اینجا از 1 روز 2 روز زیاد نمی ایستادند. واسی فردا یا پس فردا به بلجوان به اختیار حاکم فرستاده خواهد شد. حاکم او را هر چی کند، خواه در زندان پوساند و خواه به حصار فرستاده کشاند، اختیارش. اگر بسیار عدالت کند، چوب در رزنانده سر می دهد. اینک واسی باز به دست میرزا اکرم بای گرفتار شد. رشته حیات و مماتش در قبضه اختیار اوست. بای البته ماجرای قرشی را فراموش نکرده است. فکر میکرد واسی. وی البته گمان دارد که من در بین مردم نامش را سیاه کرده گشتم. مرا نیست کرده فرستانت هم عجب نی. پگاهی دیگر با فرمان املاکدار 2 نفکر، یکی ملتقدار و دیگر شافدار او را پیش انداز کرده به بلجوان راندند. 1 نفکر از پیش، دیگرش از قفا بندی را در میانه گرفته می رفتند. نفکری قفا هر دم او را قمچین زده دوانده می برد. مسافه راه از خاورین تا بلجوان کما بیش 4 فرسنگ است. نفکران در 2 منزل در قشلاق آلوچه و ستلموش فرامده دم گرفته از اهالی نان و جرغات طلبیده خوردند. در هر 2 دیه شناسان واسی پیدا شده با وجود منع کردن نفکران او را هم با نان و جرغات ضیافت کردند. دیهاتیان چون دانستند که واسی با داروغه و املاکدار جنگیده گناهکار شده است، حسی خیرخواهی و احترامشان نسبت به وی زیادتر گردید. داروغه و املاکدار در نظر مردم ستمگارترین نوکران امیر و بیگها بودند. دیهاتیان با قیافه های اندوهناک به واسی غم نخور دادر. بر سری فرزند آدم هرچه آید بگذرد، انشاءالله به زودی خلاص شده می برایی، گفته او را تسلی دادنی می شدند.
اگرچه نغز می دانستند که بندی به چنگ منصبداران افتاده آسان آسان خلاص نخواهد شد و بلکه جان به سلامت نخواهد برد. در ستلموش برای آن که واسه از ضیافت فقیرانه دیهاتیان بهره برده تواند دست او را کشادن لازم بود. آنها از نفکران کشادن دست او را طلب کردند. نفکران راضی نشدند، اما بعد با اصرار مردم دست او را کشادند. فقط این که در اثنای نان و جرغات خوری واسه از روی احتیاط وی را از میانش به درخت بسته ماندند و از نفکران یکی با شافی برهنه در بالای سرش ایستاد. دهقانی در تاقی خود چارمغز شکسته و پیسته آورده به پیش واسه گذاشت. نفکران چارمغز و پیسته را گرفته به کیسه های خودشان انداختند. در چارباغ زنی در آستین کرتش 2 تخم پخته به واسه داده بود که نفکر بندی شکمش سیر است. گفته تخمها را با شریکش به هم دید. نفکران به واسه در گشت روز به دره سرخاب که بلجوان در آن واقع شده است رسیدند. در اینجا از سرخاب گذشتن لازم. دریا چقور نباشد هم آبش خیلی تیز است. بغیر از 1 تا آدمان جسور دیگر پیاده ها از آن گذشته نمی توانند. نفکر از فرامده ارغمچین درازی را به میان واسه بست. نوگی دیگری ارغمچین را به زین اسبش اندرمان کرد و بعد سوار شده بندی را به درون آب کشید. واسه به شدت جریان آب به زور مقابلیت کرده پایهایش را برای گسنگ‌های زیر آب فشرده رفتن گرفت. در ساحل راستی سرخاب به گرد و پیش چایخانه تگی قلعه توده مردم در جنبش و تردد بودند. 1 نفر سواران سپاه و املاکدار نما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرمبای حاکم را شناخت. آن روز آقسقال لقیها آلایار پسرش را ختنه کرده بود. بیگ و همراهان وی از توی ختنه پسری آقسقال برگشته در تگ قلعه سرگرمی هنگامه بودند. هنگامه از آن عبارت بود که اسبی نیمیابایی به بیگ بخشیده آلایار را رام می کردند. هم منصبداران سوار و هم ازدحام خلق چندان مشغول تماشا بودند که به بندی و نفکران از آب گذرنده اهمیت ندادند. نفکران با بندی خود از آب برآمده نزدیکتر رفته همچنین در بالای 1 دونگی تماشابین شده ایستادند. واسه در حالتی که تا گریبانش شیب شلته بود و از بر و دامنش آب می‌شارید صاحبان هنگامه حاکم و همریکابانش و منظره اسب رام کنی را به خوبی می‌دید. بیک میرزا اکرمی میراخور در تنش جامه‌ای براقی ابر استر و در سرش دستارچه مسقالی، چشم و رویش مانندی مستها سرخ و سوزان بر اسبی گلی بادام سوار بود. در پهلویش دولت، قراول بیگی گردن فرازی بسولت و در پهلوی دیگرش آلایار غفصی شکم کلان سری زین نشسته، سپاهیان و عملداران دیگری سواره از عقیبتری آنها ایستاده بودند. همه‌شان سری کیف و حال، دماغهاشان چاق می نمود. معلوم شده می ایستاد که آقسقال این میهمانان عالی قدر خود را با قمیص خوب ضیافت کرده است. وی در جیلاو 20 سر بیتل داشت. اکثری بیتل ها زاییده بودند. گلبان ها هر بیگاه به خانه او سناج قمیز می آوردند. باید در اثری مستی باشد که حاکم و همراهانش سپاهیگری را هم از دست داده در پیش چشم فقرای خود با آواز بلند هزل و مطایبه می نمودند. اسکیه های بی پرده می گفتند و با اسکیه هاشان از همه اول خودشان قاه قاه می خندیدند. در میدان 1 سرباز غول تای کبودی یال درازی رمنده بیقراری را از جلوش محکم گرفته می گرداند و جار می زد که برای تای رام کردن گرده در کار، گرده کنی هست باز یگیتی گرده دار، هر کی رام کند از بیک سر و پا می گیرد. جوانی 10 مردنمای خواستار شد. اجازتش دادند. او یکی جهیده بر پشت تای نشست.
تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند. دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد. تو با همین پای لنگ؟ پیشخند زد حاکم. خیر آزمای. مردک لنگ باشد هم چست و چابک بوده است. سبک سوار شد، اما تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطاند. ازدحام هیوهو و قیچو می کردند. خوش باز کی هست؟ هر که رام کند غیر از سر و پا پول هم می دهم. 50 تنگه می دهم. گفت این دفعه خودی بیگ با آواز بلند. ظاهراً وی امروز از اثر قمیص سخی گشته بود. در همین لحظه چشم وی به نفکران خاولینگی و بندی در بالای دونگی ایستاده غلطید. چنگکی نگاهش یک نفس به واسه اندرمان شد. در شبهه ماند همان واسه باشد یا نه. تعجبی وی از چهرهش عیان بود. نفکران چون دیدند که حاکم به سویشان نگاه می کند، یکیشان زود نزدش رفته عرضداشت کرد. جناب بیک، ما این بندی را با فرمان املاکدار خاولینگ آوردیم. او در سری خیرمن داروغه را زد، با جناب املاکدار ماجرا کرد. من این خطی جناب املاکدار. نفکر خط را به بیک دراز کرد. بیک آن را نخوانده به ملازمش داد و ایما کرد که نفکران بندی را به نزد او بیارند. آنها واسی را به نزد او حاضر کردند. واسی به یقین پی برد که بیک او را شناخت. اما بیک خود را به نادانی میزد. از افتکار نمیخواست اطرافیانش دانند که این بندی دست و پا بسته، سراپا شیلته و لباسش پاره پاره شناسی اوست. میکوشید که چشمش به چشم واسی نغلطد. با آواز پست به طرف ملازمش گفت: اسب را رام کند از گناهش میگذرم. وی نپرسید و به ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسی اسب را رام کردن میخواهد و میتواند. زیرا از سواری گلبان سابق راهی قرچی خود را دیده بود و میدانست اگر تو همین تای را رام کرده توانی، جناب بی گناهت را میبخشند، تو را آزاد میکنند. اعلان کرد ملازم به واسی. واسی تأملی کرد و راضی شد و گفت: خیر می شود. دست او را کشادند. از ازدحام خلق غلاغله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسی دوخته گردیدند. واسی به سوی اسبک وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچ راست میزد که خدایا مدد کن، شرمنده ام نکن. وی موکی ترش را از پایش کشیده پرتافته به بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ میگذراند، واسی یکی جهیده به پشت آن سوار شده گرفت. اسبکی غافی رمیده یخی زد و با تندی بیش از پیش جفتک زدن، خم و راست شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت بر زمین کوفتن آغاز کرد، مثل اینکه یگان جای نازکش را خرمگس گزیده باشد. واسی خم شده با دو دست به یال اسب محکم چسبیده دو پایش را مثل دو لبی انبور به شکمی آن سخت فشرده نشستن گرفت. تماشا بینان در غایت شوق هیاهو می کردند، گویا که تای را به نافرمانی برمیانگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردنشخی و اینادکاری دچار شده است که این همه بردار و زنش به وی کار نمی کند. پس یک باره به تاختن در آمد. وی با راهی که قدقدی در احزار لبی سرخاب به جنوب می رفت چارخیز دوید. واسی همانو از یال اسب محکم گرفته بود، اما لجام آن را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه از 3-4 چقرم مسافه را طی کرده به خمگشتی راه رسید و در پس پشته ها و تلها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سمی اسب برخاسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آواز بلند گریخت، یادش بخیر گفته ماند. همراهان بیگ دیگر تماشابینان با نظری سوال به بیگ نگاه می کردند.
خودی وی در دلش به گریختن واسه باور نمی کرد. آزاد شدنش را می داند، چرا گریزد؟ اما با وجود این در شبهه مانده بود. نخواد که گریخته باشد. به میرشب فرمود نوکران را فرستانید، به دنبالش رفتند. میرشب نوکران خاولینگی را از پی واسه دواند، اما آنها یک چقریم هم نرفته بودند که واسه از پسی تل نمودار شد. در تگی او تا یک زیل کله جنبانده تیز تیز قدم پرتافته می آمد و اکنون به سوار خود تسلیم شده بود. در پای قلعه ازدحام خلق رام کننده تای وحشی را با نداهای پرغوغای تحسین و آفرین استقبال کرد. اسب عرق گرم برآورده روی و گردن سری سینه پرپشم واسه هم عرقشار بود. وی مثل پیشتره قیافش جدی بود. غلاغوله تحسین کارانه مردم را گویا که نمی شنید و با آن اعتنای نمی کرد. به نزدیک صاحب منصبان سوار رسیده از اسب پیاده شده لجام آن را به دست سرباز غول داد. بیک به ملازمش چیزی گفته بود که ملازم به نزدیک واسه آمده بارک الله، تو در واقع مردی دلاور بوده ای. گفت جنابی بیک، گناهی تو را بخشیدن، تو اکنون آزادی. واسه می بایست به حاکم تشکر می گفت، تعظیم می کرد، اما وی دم نزده به کنارتر برآمد و موکی ساق درازی در بالای خرسنگ خوابیدش را گرفته پاهایش را با آن خلاند و راست شده فوطه میانش را محکم تر بست. بیک رویش قریح شد، چین بر جبین کشید. همه خاموش و منتظر بودند که اکنون چی می شود. آخر رفتار واسه آشکارا ناشکری و بی‌حرمتی نسبت به حاکم بود. تقصیر. واسه به زبان آمده مراجعت کرد به حاکم. اکنون من آزاد شده باشم، به شما یک عرض دارم. وی اندک سکوت کرد. حاکم پرسید چه عرض؟ عرضم همین که تقصیر، شما گناهی مرا بخشیدید، اما من هیچ گناهی نداشتم. گناه به املاکدار است. شما املاکداران عملداران خودتان را تحقیق کنید. تقصیر. در ازدحام خاموش ایستاده جنبش و آوازهای غیبیر شویر پیدا شد. واسه ناخواست کدام یک تاری ترنگ دل مردم را ناخون زده به صدا آورده بود. حاکم باشد درونکی خشمگین شد. شیطان به گوشی او می گفت که حاضر به نوکرانت فرمای این کورنمکی گستاخ را گرفته زده برند و در زندان اندازند. اما وی به چه سبب باشد که خودداری می نمود؟ احتمال از وجه آن که در قرشی مزد گلبانی واسه را نداده بود، در خود یک نوع زبان کوتاهی حس می کرد. به علاوه شاید چنین ملاحظه هم می کرد که اگر وی حاضر به واسه عتاب و سیاست کند، مردم طعنه‌اش خواهند زد که حاکم ظالم اول گناه فلانی را بخشید و ثانی از برای یک دهن ارزی وی به زندانش انداخت. خوش املاکدار چه گناه کرد؟ با تمکین و آرامی هرچی تمامتر پرسید وی. واسه جواب داد گناهش بسیار است. تقصیر. اگر در خرمن 10 من غله دیقان را 5 من نوشته به پولدارها ارزان فروشانده، عشر را به پول رویاندن و از برای غله را برنکشیده کم نوشتن و ارزان فروشاندن از خریدار پاره گرفتن گناه باشد، املاکدار گناهکار است. اگر فقیران را آدم حساب نکردن، زدن، غارت کردن، خانه بردوش کردن، عیال و فرزندان آنها را از گشنگی کشتن گناه باشد، املاکدار گناهکار است. اما اگر این کارها گناه نباشد، شرعی باشد، در آن وقت گناهکار ما فقیرانیم که از دست املاکداران داد میگوییم همه ما را جزا دادن، زندان کردن لازم. املاکدار میگوید که من به فرمان حاکم عمل میکنم، حاکم به فرمان امیر. همین گپ راست است یا دروغ؟ تقصیر. شما گفتاری 24 رو از روی رمانی صوتی ملکزاده واسه در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.